یه جادوگری ساده چند دقیقه ثانیه اینا وضعیت میایم یه کارت برمی‌داره یک شخصی، به مثال این کارتش میشه. چاره گیش نیست، ما حتما نمیخواد کارتش رو ببینیم. اول نشونتون میدم، بعدش میام یادتونم میگم خیلی خوب شما این کارتشو میذاریم رو. خدمت شما بگم که کارتشو گذاشتیم رو، میگم خیلی خوب این کارتشو میدیم به خودش، میذاره زیر دستش. این از این رفت زیر دستش، ولی کارت اصلی اون نبود، کارت اصلی این بود. چجوری شد این؟ کارتا میاد اینجا، میگیم که بیا هر کارتی میخوای بردار. شخص مثلا این کارت رو برداره، مهم نیست ببینیم یا نه، میشه سرباز پیک. ما در حینی که اون داره مینه کارت ها رو اینجوری یکیشو برمیگردیم که به این طرفش. میگم خیلی خوب کارت رو دیدی، اینو میذاریم رو. یه نکته خیلی مهمش هم اینه که شما اون کارتی که گرفتی گذاشتی اینجا به رو بود، اونو بگیری شما یک کم بذاری کنار، اینم میذاری تا حواسش نیست برعکسش میکنی. بعدش کارت فیک رو بهش میدیم که این کارت میدیم بهش، میگیم خیلی خوب زیر دست رو نها کن، میشه این که فیکه، این اصلیه دست ما. تمام شد.